سلام بچه‌ها، چطورین؟ خوبین؟ ببینید، از اونجایی که من متوجه شدم که دیگه توی این شهر امنیت ندارم، اومدم تصمیم گرفتم که یه جای خیلی خوبی و مخفی برای خودم درست کنم، هیچکی نتونه بره داخلش، فقط خودم بتونم برم داخلش. حالا بیایم با هم دیگه شروع کنیم. اینجا بیام 3 تا بلاک رو بکنم. آها، خب اینایی که تو چه کنده شدی؟ حالا بیام اینجا اول یه دونه ردستون توش بذارم و یه دونه بلاکم روش میذارم. خب حالا 2 تا پیستون بذارم. باز شده، چقدر قشنگه. خب حالا بیام اینجا بپوتونم. خب حالا بیام اینجا اینو میکنم، اینم میکنم. خب حالا بیام ردستون داش بذارم. به چقدر خوشگل شد. خب حالا اینجا بپوشونمش. خب حالا یه دونه اهرام بیام اینجا بذارم و یه دونه آرمور استند. چه باحال شد. ببینید اینجا میزنیم میفته پایین. حالا بیام لباساشو تنش کنم. لباساشو تنش کردم. خب ببینید حالا اینو میزنم در مخفی باز میشه. باز بیام اینجا اینو میزنم در مخفی بسته میشه. خب حالا بیام اینجا اینا رو بکنم، برم برای خودم یه دونه خونه مخفی درست کنم. خب بچه‌ها، اگه از این در مخفی خوشتون اومد حتما برام بنویسین توی بخش نظرات که عجب در مخفی درست کردی نوب. هویا نوب، هویا نوب، دینگریکتین دینگریکتین نوب نوب، دینگریکتین دینگریکتین نوب نوب.